میگم شنیدید امروز ازتون تعریف کردن؟ خدایی دمت گرم. از من تعریف کردن. ملت شما که قابل تعریف که هستی. دست شما در شما هم جزئی از قطره‌ای از ملت ایران. نه کی تعریف کرد؟ رهبری. به به دستشون در نکن. شنیدید امروز ازتون تعریف کردن؟ کی از ما تعریف؟ رهبری. واقعا؟ رهبری امروز از اتحاد ملت ایران ویژه تعریف کرد. سلامت باشن ان آقا که نفس آقا چه حسی دارید واقعا نسبت به حس قشنگی است، خوبی است که به خودم میبالم. نوکرش هم هستیم، خاک زیر پاش هم هستیم. ایول همه مردم عاشقش. خیلی خوشحال شدیم رهبرمون رو دیدیم، واقعا خوشحال شدیم. از طریق ایتا که داشتم نگاه میکردم مستقیم چشام پر اشک شده بود. خیلی خوش آمد که اومدن، بازم اومدن توی صحنه و حسی بهتون دست. خیلی افتخار، خیلی قدرت. صحبت رهبری چه تأثیری تو جامعه داره؟ خب این برای من خیلی با ارزشه، واسه خود من با ارزشه که رهبرم این مورد رو دیده از مردمش و باعث شده که بیاد صحبت بکنه در موردش، یعنی که تلاش مردم داره دیده میشه. اتفاقی که برای خودم افتاد واقعا بیشتر شد نسبت به این جمهوری اسلامی و این عطای دلت میگن یک کار سلامی اینا رو نگه داشته اینا رو. نه عطای دلمه واقعا. من از قبلم طرفدار این جمهوری اسلامی بودم ولی الان تو دوران جنگ واقعا بیشتر شد. چه حسی بهتون میده این حرف ایشون؟ خیلی حس خوب، دلگرمی که یه پشتوانه خیلی خوب داری. مثل یه کوه پشتمون بودن. به خدا. مثلا این 12 روز من حسم خیلی نسبت به این بیشتر عوض شد به رهبری. به خاطر اینکه فکر کنم خیلی مثل یه پدر وایساد پشت همه ما. 12 روز خیلی چیزا بهم ثابت شد. خواستم بگم که مرسی که هستین و سایتون مستدام. آمین. یعنی توی این آمین. توی من 32 سال از خدا عمر گرفتم و توی این 12 روز متوجه شدم که امنیت کشورمون واقعا دست رهبر ماه و اینکه واقعا سایتون مستدام. مرسی که هستید. 1000 سالشید. عاشقانه اون ملت دوست داره، ملت اونو دوست داره. امیدوارم عمر جاودان داشته باشیم. ما بهش افتخار میکنم. من چرا؟ چون پوده دو ابرقدرت به خاک کشونده با دست خوش خیلی. فقط به اعتماد و باور. درود مرد برای باورت. حس غرور میکنیم و افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و چنین بزرگواری بالا سرمونه، پدر جامعهمون. ان که سایه‌شون همیشه مستدام باشه. قدرت بهمون پیدا میکنه. بالاخره رهبر ما، الگوی ما از ما وقتی تعریف و تشکر میکنن حس قدرت به ما القا میشه. چون به رهبرم ایمان دارم. خب چون اقتدارشون رو دیدم. 100% روی روحیمون تاثیر مثبت میذاره و ان که محکم‌تر این به بعد پیش میریم. تنها چیزی که در این کشور هیچ وقت بهش خلل وارد نمیشه اتحاد و وحدت ملیه. چیزی جز حس غرور ندارم. چرا؟ بالاخره اتحاد مردم کشورمون ثابت شد تو این جنگ. امیدی چه روحیه‌ای در شما ایجاد کرد این صحبت رهبری؟ خیال آدم راحت میشه. چرا؟ از اینکه یکی هست پشتشه و یکی هست که امیدش باشه. همونجوری که رهبرم فرمودن اتحاد بین هممون شکل گرفته، فقط فراموشش نکنن دیگه. کی؟ تمام ملت، تمام مسئولین. حزبای سیاسی که وجود داره باید با همدیگه بسازن. این حداقل این یه برهه رو دیگه با همدیگه بسازن. چیکار می‌کنه اینجا باید این حفظ شه؟ خب باید حداقل اون مروری که بر گذشته داشتیم در آینده تکرار نشه و 100% بیاری ملت و بیاری خدا بیاری رهبرمون میشه. چیکار کنه اینجا باید این انسجامه و این وحدت بیشتر باید همدلی داشته باشیم، همیاری داشته باشیم. میشه چرا نشه؟ چجوری؟ مردم باید بخوان دیگه. میخوان؟ تو مردمی؟ من که میخوام، مهم بقیه. مملکتمونه آقا، خاکمونه، یعنی جایی که زندگی میکنیم. به هر حال خانواده‌مون هستن، آبا اجدادمون اینجا بودن. دلبستگی و همبستگی به مردم دیگه باید همینطور ادامه دار باشه. چه؟ بله 100%. اتحاد مردم هم و انسجام ملی خوب رقم خورد و اینکه یه سیلی محکمی هم در دهن صهیونیست‌ها زدیم. دم این مردم گرم، مردمی که پشت رهبرشون وایسادن. ما خودمون لذت بردیم. چی؟ ما از این وحدت ملی، از این انسجام ملی، از این برادر بودن، رفاقت‌ها، از این هماهنگ شدن‌ها، اون نقشه‌های دشمن رو که خراب کردن، این بزرگترین لذت. ما پیروزی ما این جبهش خیلی قشنگ‌تر بود. این اتحاد حرف نداره. این مردم پشت همن. اسرائیل هم هیچ غلطی نمی‌تونه. باید چیکار کنیم اتحاد حفظ؟ دست از این جناح‌بازی‌های سیاسی پوچ بیخود. مخصوصا آقام امروز اشاره کردن، من دقیق خودم گوش دادم
کسایی که اطلاع ندارن چرا میان جفسازی میکنن توی جامعه؟ برین تحقیق کنید، اطلاع پیدا کنید، بیاین نظرم بدین، قابل احترامه. انشالله باید ما دست به دست بدیم، متحد باشیم و نذاریم که دشمنا بینمون تفرقه بیاندازن. اینکه هوای همو داشته باشیم در همه مراحل، محل کار، خیابون، مغازه، همه جا با هوای همو داشته باشیم. یه بخشیشو مردم بکنن وظیفه خودشون رو انجام بدن. دیگه وقت مسئولینه که ایشالله این اتحاد رو با هم دیگه داشته باشیم. اگر این اتحاد باشه هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یه ارق ملی داشتیم، ایشالله که این ارق ملی، این عشقی که تو دل مردمه واقعا به عنوان سرمایه‌های مملکت تلقی بشه، به حساب بیاد، براش برنامه ریزی بشه. برای اینکه اتحادمون حفظ بشه باید پای حرف رهبرمون باید وایسیم و باید همه با هم متحد باشیم. خدای شکرت که مملکتم، کشورم تو صلح و آرامش. شکمشون سیره این حرفا رو میزنن بچه‌ها. کی ما؟ مهم